همین است که مؤمن کی هست؟ مسلمان. مردم از دست، از زبان، از وجود اون در آسیب نیستند، در ضرر نیستند، نمیرنجونند، نمی آزارند. خط مسلمانی، خط اسلامی که بیا، هیچ آمدگی نیست که یک قشلاق، یک ناحیه و یک شهر اسلامی کنی، اما آمدگی هست که خودت مسلمان باشی، خودت اخلاق نیک و صالح داشته باشی. و این اسلام به صاحب نیست که یا زید عمر بکر یک کامنتری بنویسد دیگه علما پریشان شود. اینا رو هر روز ما میبینیم. ما پریشان نیستیم برای اینا. او انسانی که او میگه دیونه را حالا کشته، میگه خیلی یک چیزی مثلا این علما با این مطلب ها فریب نمیخورن. بسیاری هستن ما را زنگ میزنن یکم مسئله را، میگم ما معما و چیستان نمیدونیم، ما یکم چیز از دین میدونیم، این چیزا را نمیدونیم. برای همون از دومی علمای خطان باید بریم، از دومی دانشمندان خطان باید بریم. چگونه دین نازل شد، چگونه معلم دین صلی الله علیه وسلم تعلیم داد، با همون باید رفت. ما ملتی نیستیم ما را بفریبن. و هر جوانی از ما فریبیده شید با همین اخلاص، با همین راه دینیش فریبیده شید. ببینید بارها گفتیم میآیند یک نام اسلامی میمانند، ما و شما را میفریبن، چون که ما مسلمانیم. حزب نهضت اسلام، اسلام خط بزنی زن طلاق میشه. چه دروغ بستن در دین مبین اسلام. آیا قرآن 28 سوره که در مدینه، 86 سوره که در مکه، با 500 آیت احکام دینی توصیه بر بنیاد حزب دارد؟ اسلام دانشمندان را بپرسند، جهان اسلام را جمع میکنند. قرآن دو تا حزب بیان کرده است، حزب خدا و حزب شیطان. حزب گرایی در اسلام حرام است. علمای دین کتاب نوشتند، مقاله ها، دیپلم دکتری و ماجستری خودشان ازش کردند و دست آوردن، حاصل کردن که التحزب فی الاسلام حرام. حزب گرایی در اسلام حرام است. بنیاد و تأسیس حزب در قرآن نیست و این از دیدگاه دین مبین اسلام حرام است. و اونهایی که این فتوا را صادر کردن بر ملت ما و اونهایی که گفتن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، در جای دیگه هم الغالبون، اینا حزب خدا نه، حزب خدا دست بالا هست. و از همین آیت گفته حزب نهضت اسلام گرفتگی است. این تفسیر و تعویل فاسده در دین مبین اسلام است که ممکن نیست جواب شد در قیامت. میگن اینا حرام است این گونه